باز همه جمع شدند. سنجشی صدو سنجشی صدو. تشکین دیوانه، خدا میداند که باز چی نقشه دارد. سلام تشکین، میبخشی ولی حالا وقت ندارم. بسیار هم سخنی با معنی گفتی. یکی خاموش نکن، مرا گوش کن، بسیار هم خبری مهم دارم. تشکین حالا وقت و ساعتش نیست، خلال نرسان. اکا ممدو از پیو میبوشم، بسیار هم کارهای عجایب. باز نگوید که تشکین آگاه نکرد. ممدو عقلشو گم کرده است، مثل دیوانه ها. ممدو نه برات دیوانه میبوشد نگویم، مانند کردن لازم نیست. اکا مرا میشنوید؟ اکا یگید مرا میشنوید؟ یگید اکا؟ بله متاسفانه میشنوم. حال وقتی با برات مراد سر و کار گرفتن را ندارم تشکین. بازی خونین آغاز می آورده. برای ما فرقش نیست، یکون ذره فرق ندارد. اکا از خانه برآمد، من او را تعقیب میکنم. تو نظارت را دوام ده. اگر یگان نویگری شد به ما خبر ده، فهمیدی؟ حالا باشد خداحافظ. این دیوانه باز چی میگوید؟ چی گفتنش را خودش هم نمیداند. وای هم مثل تو یک دیوانه دیگر. بله. نه. تماشابینان گرامی قدر، اولین شده در شبکه ما پخشی مستقیمی می شود. مهلت داده شده تروریستان تمام شده است. آقای میلیک، با فکر شما عاقبت این کار چی می شود؟ آیا مقامات امنیت نامزدهای دانشجویان پلیس را از دست تروریستان آزاد می کند؟ دعا کنیم که پلیس دانشجویان را نجات دهد، اما یگان ذره امید ندارم. چرا ناامید می باشی؟ برای چی ناامید نشوم ندیم جان؟ قواهای امنیت وقتهای آخر با دیگر کارها مشغول هستند و برای این کار چاره نمی اندیشند. آنها وقتی خود را در دستگیر کردن شخصان روشن فکر صرف کرده، دیگر وقتی تروریست را دستگیر کردن ندارند. این کار باشد مرا همچون صاحبی اساسی این وطن به اندیشه آورده است. باید قید کنم که امنیت همه ما در زیر خطر است. تا وقت پلیس وظیفه‌اش را اجرا نکند، این کارها انا همین خیل اوج گرفتن میگیرند. پس با فکر شما چیکار کردن لازم است؟ همچون یک شخصی در این وطن بسیار عمر به سر برده سخن میکنم. قواهای مختلف در حال چاره اندیشیده انقلاب کنند، چنانه که زمانهای پیش با این وسیله پلیس را هوشیار کرده بودیم. حالا باشد از هموطنان این را انتظارم که هم فکری من باشند. حالا با ما خبر رسید که تروریستانی که دانشجویان پلیس را اسیر گرفتن میخوام باز از سر نو پخش مستقیم را پیوست کنند. آماده هستید رفیقان؟ بله پیوست میکنیم. آماده هستید؟ آماده باشد پیوست میشویم. مدتی که به مقامات جمهوری ترکیه داده بودیم به پایان رسید. تا حال درخواست ما را به جای نآوردند. ما کاری خودمان را میکنیم. این دانشجوی برای حق و حقوق کردها را نخواستنش در پخش مستقیم کشته می شود. آقای مظهر یگان کاری نمی کنیم. همین طور تماشابینی پخش مستقیم قتل این بیچارگان شده می نشینیم. این ناکسان حالا هم فرزندان ما را قصد کشتن دارند. حاضر رسیدیم آقای مظهر، در نزد انبارخانه هستیم. بچه ها هر چی زودتر باشید.
در حال آنها را از دست ظالمان نجات داده این عمل زشت را خاتمه دهید. هر چی که شد به من خبر دهید. خوب شد است آقای مسر. ما از پیش میریم. از قفای ما بیایید. خوب شد است سردارم. ما از پس شما میریم. رفتیم. خداوند یار و مددگارتان. آمین. خدایا توبه. چرا اینجا اینقدر آرام می باشد؟ سردارم ما رو میشنوید. ما آماده هستیم میدرویم. ما هم آماده ایم. با دقت باشید. زودتر الا. با دقت باشید. از خودتون احتیاط باشید. تو هم با احتیاط باشید. رفتیم زودتر. خودتون را حمایت کنید. اینجا تماما خالی است. هیله‌گران مکار ما را به دیگر طرف حواله کردند. خیری تو گفتی که سراغ در همینجا است. کجایند آن آدم‌ها؟ آخر من از کجا دانم کی گید؟ در اینجا بودن آنها را آتیف به من. خیری آیا تو همراهی وی نبودی مگر؟ بودم. خیر چی؟ الو آقای مسر، وضعیتمان تماما بد است. چی شد یگید؟ در اینجا یگان جانداری وجود ندارد. این انبار تماما خالی است. چی خیلی خالی؟ عاطف انبار خالی است. کسی در آنجا نیست. این چی خیلی شد؟ آخه چی خیلی؟ آقای مسهر به گمانم آنها ما رو به غفلت انداختند. یگید ما را فریب دادند. به دیگر جای رفتند. حاضر عاطف مکانشان را انیق کرده ایستاده است. آخران 10 ثانیه دیگر اگر در مدت 10 ثانیه از طرف مقامات لازمه خواست ما را اجرا نکنند همه این آدم ها را یک یک میکشیم. جوابگوی این شخصان کشته شده جمهوری ترکیه می باشد. 5 4 الو آقای مسهر 3 2 1 تمام. خائنان، ناکسان. الو آقای مسهر. الو مامندی. الو آقای مسهر. الو سردارم، خبرها نهایت بدند. چی شد عاطف؟ متاسفانه یک برادرمان را در پخش مستقیم شهید کردند. چی شد سردارم؟ چی میگویند؟ نابکاران ما را فریب دادند. در پخش مستقیم باز یک دانشجوی دیگر را به شهادت رساندند. اگر این دفعه به دستم افتاد بعد میدانم چیکار کنم. چی شد یگید؟ چرا نگاه داری؟ سردارم به ما دام گذاشتن. دام زودتر به ما دام گذاشتن. زودتر همه بره. زودتر باشید. زود باشید بچه. زودتر.
چی شد؟ چی شد عاطف؟ آقای مصر به گمانم در تخانه‌ای که بچه ها رفته بودن بمب ترکید. چی ها میگویی؟ در حال از آنها با خبر شو. چه بودنی حادثه را بفهم. یک ثانیه آقای مصر. چی حال دارد برادران؟ حالتان خوب است؟ خوب است؟ خوبم سردارم. همه یک دیگر را سنجش کنید. همتون خوبه؟ سردارم خوبه. صدای تلفن است. این تلفن من است. تلفن من است. لبای. مرحمت. به گمانم در آنجا ترکشی به وقوع آمد. انشالله که کسی ضرر ندیده است. آقای مصر با ما دام تیار کرده بمب گذاشتند. شکر خدا یگان کس را از دست ندادیم. آقای مصر انا بینید تروریستان باز یک پیشنهادی نو میکنند. آخرین مراتب به همه مقامات جمهوری ترکیه میرسانیم. اگر فکر زنده ماندن این برادرانتون را کنید، ما را خوب گوش کنید. اگر در مدت 10 دقیقه حداقل یگان وزیر با ما در علاقه شده درخواست ما را به جای نآورد، این رفیقانتون را سوزانده میکشیم. ریزه بشرف سرطاره خاموش است. با کی بازی کردنشان را نمیدانند. بشرفان خدا جزایتان رو دهد ما را. چی شد آقای مصر؟ اگر در مدت 10 دقیقه درخواست آنها را به جای نآوریم، رفیقانم آن را زنده به زنده میسوزانند. بیمان ها چیکار بکنیم آقای مصر؟ یگان چیز گوید آخر. هوشیار باشید، منتظری خبر شوید. چی کارها بد است؟ وضعیت تماما بد است سردارم. بیشرفان میگویند که اگر در مدت 10 دقیقه خواهش آنها را اجرا نکنیم آدمهای ما را زنده به زنده میسوزانند. سردارم بینید از آنجا یک چیزی افتم. این چی باشد؟ با گمانم که دستگاهی موج پهن کنک است. در حال با آتیزن زن چی بودنش را پرسیدم. شاید آن چیزی که ما را غفلت گیر کرده است همین دستگاه باشد. لبای عاطف. خیری گمانم آن راست برآمد. ما را همان دستگاه فریب داده است. اشاره صدایی که از دیگر نقطه می آمد آن را نیز یافتم. در حال سراغش رو ده. در پندیک سراغای پورا را با تلفنات همچون خاطره روان میکنم. فهمیدی؟ بسیار خوب. سلامت باشی عاطف. باز چی شد تشکین؟ سردارم مرا خوب گوش کنید. یک خبری مهم دارم. ممدو به یک انبارخانه در اومد. با گمانم اینجا همون مکان است که در پخش مستقیم آدم ها را به قتل میرساندند. زودتر بیایید زودتر. چی ها میگوی تشکین؟ به هیجان گپ زن. آرامانه سراغه را با من بگوی. سردارم در پندیک در یک انبارخانه میباشیم. بله در پندیک 400 متر دورتر از ایستگاه راه آهن. اما هرگز یگان نامعقولی نکن. ما را انتظار شو. چه خبر سردارم؟ تشکین مکانی تروریستان را یافته است. سراغه دادش به گمانم سراغه است که عاطف گفته بود. بسیار خوب، لیکن این تشکیل دیوانه آنجا را از کجا گرفته ممدو را نظارت کرده است. باز این دام نباشد سردارم. پس ممدو را چه یابیم؟ از اینجا بیهوده انتظار شدن رفتن اما بهتر است. یگید لیلا راست میگوید. فریب هم باشد از انتظار شدن خوبتر میباشد. میرویم بچه‌ها زودتر. رفتیم بچه‌ها. زودتر. نازی ماشین مرا گیر. بله سردارم. ای نوبکار نمرده ای ها؟ لوابرین ما را فریب دادی. دستهایت را بردار. آرام شو برادر، من آدم شمایم. راست میگویی؟ این گپت را به من نه به دیگران بگو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ چرا از پی من کاری بد کردم؟ حیات تو را نجات دادم. مالش قرضم رو بدتر پرداخت میکنم. حالا باشد رو از اینجا. این خیلی نمیشود.
به من یک سیلو بده. یک جای این احمقا را نابود میکنیم. بسیار خوب. طرز استفاده بردنش رو میتوانی؟ میتوانم. انا بین استعداد، مهارت. بسیار خوب میتوانسته بوده ای. مهارت خوب داری. البته مهارت خوب دارم. مایلش کمی دقت کن. باز خودت رو نپرانی. مرا هم نپران. زودتر رفتیم. تا من نپرانم تو هرگز نپران. فهمیدی؟ احتیاط باشد. اما هم نمیکنم. آن طرف زود پنهان شد. پنهان شدید. با تو نگفتم که نپران. بخشش که تصادفاً شد. با دقت شو. باز خودت رو نپرانی. سردار اسیر را پرانیم. حالا نه. برای از اینجا برآمدن از آنها استفاده میبریم. گمانم که کارها رنگ دیگر گرفتند. گمانم که تشکین باز بی‌طاقتی کرده است. زودتر رویم که باز همه کار را برباد نندهد سردارم. بچه‌ها زودتر. رفتیم. زودتر. خدایا شکر. انا آمدند. کی آمد؟ چی ها میگویی تو؟ به نجیب سردار خبر داده بودم. آمدند نکه؟ تو آدم نمیشوی تشکین. چرا؟ اخلاقی بسیار میکنی. برای همین دهانت رو بشو. دستت رو به کار ببر. پرام. در همین جا است. یکی باز همون افسانه های پیشینا. حالا هم نفهمیده ای؟ چرا جوره؟ دیگر با تو جوره نیستیم. اگر جوره شویم هم دشمنی همون باقی بمونه. پس چرا؟ همراه بر دیگه خونخواران تیر میپرونه. خودت رو به این کار همراه نکنید. خزید رو گردید. نزدیک نشوید. از اینجا دور شوید. نباشد همه اینها را زنده به زنده بسوزانم. برانید این نوبکار را. برادران ما را رها کن. از گناهت میگذرم. با شما گفتم که از اینجا روید. اگر این طور باشد پس از خودت گیله کن. یگید کاراش خیل. سردارم اینجا کارها بخیر است. میم دور رفتید؟ جنابشان همینجا بودند. حالا غیب زدند. فهمم. بسیار دور رفتن نمیتواند. در همین جایها میباشد. گویا که زمین کفیده باشد و آن کس به قعر زمین رفته باشد. کجا گم شد؟ در کجا باشد؟ سردارم به فکرم که پیدا کردم. دقت شو. او برادری من است. او مرا نمیپراند. اینش را نمیدانم.
اما وقتی خیلی از چوچوبه انسانگری برآمده است رو دیدیم. اگر فیلم میشد یگان گربه صدا میداد. صدای گربه هم نیست. نمیدانم. یگید حیات اساسی مثل فیلم نیست. اما فیلم های خوب مثل حیات حقیقت دارن. ممدو سفسطه میگوی یگید. با جوره هم در کدام موضوع گپ زدن رو فکر میکنم. تنها به خیالم همین فکر آمد. نباشد انا گیر با تو موضوع. دیگر مرا تعقیب نکن. مرا فراموش کن. مرا نیست بشمار. نمیتوانم ممدو. برادر از برادرش را گردانده نمیتواند. میدونه که دلم چی میگوید. اگر گویم تاثیر نمیرساند. اگر خاموش استم دلم راضی نمیشود. نمیفهمی؟ از این پس ما تنها دشمن شده میتوانیم و خلاص. من دیگر با شما کاری ندارم. شما هم با من کاردار نشوید. پس چرا با ما یاری دادیم ممدو؟ واهمه کردن لازم نیست. فرض کردیم که برای جورا هم کردم. برای وجدانم کردم. پس معلوم میشود که حالا هم وجدان داریم ممدو. چی بودن نقشه‌ات را نمیدانم اما به فکرم که باز از پی کدام یک نقشه نوی هستی. همینطور نی؟ برای تخمین نادرستی کرده یگید مجبورم که تو را پرانم. سلاحت را پرتا. من این کار را توصیه نمیدهم. انا نجیب سردار هم تشریف آوردند. ممدو با تو گفتم سلاحت را پرتا. اگر تو مرا پرانی من یگید را میپرانم. تو مرا نمیپرانی. سردارم نیست. تو را نمیپراند ممدو. سلاحت را پرتا. میدانیم که تو را با واسطه داروها ویران کردند. میدانیم که از سرت جراحی گذراندند. ممدو این عملیات را با من هم کرده بودند. تو را میتوانیم که نجات دهیم. باز به حالت پیشینیت برگردانیم ممدو. درد من دیگر است. اکنون دیگر مثل شما نمیشوم. من دیگر بر نمیگردم. از من دور شوید. سردارم گریخته رفت. در عرفیت میگویند که دویدن گوساله تا دهانی در عاقل می باشد. اما ما نه عاقل هستیم و نه ممدو گوساله. دعا میکنیم که خداوند با وقت سالم دید. همه چیز را خودش فکر کرده خلاصه کند. اما حالا میدانیم که او برای ما خطرناک نمی باشد. راست میگوید سردارم. رفتیم. این کاری کردت رو فراموش نمیکنم سینان. یگون وقت فراموش نمیکنم. اینقدر واهمه نکن. اما آخران مراتب به تو میگویم اگر به پلیس از نوربانو شکایت کنی حیات تو را میسوزانم. مرا تهدید نکن سینان. خودت میدونی که یگون کار کردن نمیتوانی. خیر نوربانو را به پلیس خبر ده. کنی یک مراتب خبر ده. پس میفهمی که تهدیدهای کرده من اساس دارند یا این که نه. چرا مثل نادان ها سخن میکنی ها؟ کسی که کرده است از پیش خود نکرده است. هر کسی که نباشد فرمان را اجرا کرده است. دخترم مرد نمیفهمی؟ تو را به نجیب میسپارم. با او خبر میدهم. میگویم که هنر را تو کشته ای. مرا با نجیب ترساندنی ها؟ کده سخن کن. آیا میدانی که برام تو را چی کار میکنم؟ بران را هم میفروشم. تمام سر و اسرارتان را فاش میکنم. شما را نیست میکنم. حیاتتان را میسوزانم. فهمیدید؟ اگر حیاتی مرا سوزانی پس حیاتی خودت چی میشود؟ این را فکر کردی؟ دخترم را از من گرفتی. باز از من چی میخواهی؟ دیگر از یگان چیز نمیترسم. حالا پلیس میآید. خوب فکر کرده بین بعد سخن کن.
آرزو خانم خدا شفا دید. با شما یک چند سوال دارم. مرحمت پرسید. آقای سینان با ما گفت که دارو خورده خودش را قصد کشتن کرد. آیا راست است؟ با شما میگویم خانم آرزو، آیا دارو خورده خودتان را کشتنی بودید یا اینکه کسی دیگر به شما زهر داد؟ اوفه، نتیجه کارها خیلی بد شده ایستاده است. همه آدم های ما را دستگیر کردن. به کجایی که رویم ناموفق میشویم. با کسی که باور کنیم در نیم راه ما را تنها میگذارد. در گروه همان آدم های سست اراده مانده است آقای کایا. حتی جوانان بی سلاح را کشته نتوانستند. عزیز خوبش که این موضوع را نکشاییم. به این همسرم ویران است. در گروه همان نه آدم های لیاقتمند مانده است و نه سلاح. پس چیکار میکنیم آقای کایا؟ باور کن من هم دیوانه شدم. از وقتی که خود را میشناسم با این کارها سر و کار دارم. یگان وقت اینقدر رو افتاده نشده بودم. در پیش چشمانمان حیاتمان را میسوزانند. ما بیخبر مانده. این را بینیده عزیز خانم هیچ باوری هم نمیآید که با چنین حال گرفتار شده. چرا اینقدر ناامید شده ای مینیک؟ بارات عزیزه این زنده است کو؟ من حالا نمردم. تو حالا هم زنده ای؟ نمردم. آیا مردن مرا فکر کرده ایستاده ای؟ برا جانی منی تو؟ بله من مجسمه برفی نیستم که آب شوم. ترسانچه که از جهنم برآمدگی نیستم. عالی جناب این خیل گفتنی گپ را دراز نکن مینیک. انتظار نبودی همین خیله؟ نگفتی که در دنیا دیگر ما میخوردیم همین خیل؟ عالی جناب آیا دنیای دیگر وجود دارد؟ مثل پتیفان ویرانه یک سخن را تکرار کردن است. وقتی که وای من بکنی سرتم از کار میماند. عالی جناب هرگز این خیل نیست. مینیک گفتم را نشنیدی؟ گپ را دراز نکن و شین. تو از ما چی میخوایی؟ چاهی که علیه من ساخته بوده جوابی اون را پرسیدنی اومدم. عالی جناب چی گفته؟ چی؟ تمام فهمیدم. کنه بینیم حالتون شکل است. خوبم دادا. او در کجاست؟ در نزد اپای آرزو. او رو دیگر اپا نگوی. مایلش اپا. شما استید کنه مرگ دیده برایم. شام بخیر. خوش آمدید سردارم. آیا شما نزدیکانی بیمار هستید؟ با خدا نزدیک و از بیمارها دور می باشم شکر خدا. وقتی که آرزو به هوش آمد آقای پلیس خواست یک دو سوال دهد. من هم به شنیدن پاسخ مراق دارم. آیا دارو خورده خودت را کشتنی بودی یا اینکه یگان کسی دیگر قصد کشتنی تو را داشت؟ یک بار خودم را از دست دادم. یگان چیز دیگر برایم منو نداشت. وقتی که این خیل شد دارو خورده خودم را کشتن خواستم. سخنهایت را قید کردم. با اینجا دستخط گذارید. سلامت باشید سردارم. سلامت باشید. سخنهایم را گفتم. حالا اجازه میدهی که روم؟ نمیخوام که چهره‌ات را از این زیاد یک ثانیه هم ببینم.
من هم در آرزوی دیدنی تو نمردم نجیب سردار. نباشد میتوانی بروی. هرگز دیگر به پیش راه هم نبرا. هرگز هرگز. هرگز فکر نکن که نجات مییابی شیطانچه. جواب این کارهای کردت رو میدهی. نقص در یاد گیر. فهمیدی؟ آیا به تو نگفتم که از نبیره هایم دور استا؟ دور شو از اینجا. سینان این دعوا همینجا خاتمه می‌یابد. یک طوری موگی نبیره هایم ضرر رسانی. میبینی که چی خیل حیاتت رو میسوزانم. این دنیا همراهی من حیاتی تو رو میسوزاند سینان. این رو فراموش نکن که تو رو ما آدم کردیم. این رو خودت میدونی. خونم را مکیدید. خونم را مرا تمام کردید. حیاتم را سوزاندید. دخترم را از دستم گرفتید. دخترم را. این روزها هم میگذرد. پس گریان و نالان باز به نزد ما برمیگردی. گوش کن. دف شو گفتم. دف شو. در بین اینها دیگر برای تو جای نیست سینون. این را دانسته گیر که مثل آنها پاکیزه نیستی تو. خاموشا. برآمده رو میگویم. برآمده رو. باز از من چه میخوایی؟ چه میخوایی؟ آرام شو. نیتت رو خشمگین کردن را دارد. این را فهمیده گیر. تو باشه زودتر از اینجا برآمده دف شو. ای احمق بی‌ناموس. گبرو دراز نکرده تو رو میپرونم. اگر حقیقت رو با من نفهمونی میفهمونی مینیک؟ البته که میفهمونم. تو پرس من جواب میدیم. کی مرا قصد کشتن کرد؟ آرزو. قصد جانت را آرزو کرد. آرزو؟ پس چرا آرزو قصد جانی من کرد؟ چون که تا حال تو را همچون ممدوح میدوند. فکر میکند که تو یک جاسوس به بین ما در آمده ای. به نزد بران رفت. گفت که تو ما را فرخته ای. راست یک دو دلیل نشان داد. عالی جناب را به باوریش در آورد. عالی جنابمون فرمان داد که برات را کشید. ما باشیم بنده فرمان برداریم. بران چرا آرزو را باوری کرد؟ چرا باور نکند؟ آرزو مخصوص یک دلیل قلبکی تیار کرد. بران هم شخصی را میگفت که او را گناهکار کند. آخر عالی جنابمون چیکار میکرد؟ آرزو در کجاست؟ باور کن نمیدونم. به خدا میدونستم میگفتم. میگفتی؟ میگفتم. البته که میگفتم. خانم عزیزه آیا شما میدونید در کجا بودن آرزو را؟ من نمیدونم. به کجا غیب زده باشد. تلفنی دستیش هم خاموش است. بله. بیاید اکنون به خانه میرویم. بابایم چی؟ به کجا میرود؟ او هم با ما میرود. من با شما رفته نمیتوانم. بیا رفتیم بابا. ما رو نرنجان. این شب در آن خونه تنها میستید. التماس گپی ما رو رد نکنید. کودکان راست میگویند. این شب با آنها یک جایی است. میدانه که به آنها نگفته نمیتوانم ها؟ بیایید میرویم.
جان منو نکش، عزیزه رو کش. چرا تو رو کشم؟ انتظار شو، نوبتی تو هم میرسد. نباشد حالا نمیمورم. ای چه خیلی خوب، تشکر میکنم عالی جنابم. برا جان سخت ترسوندی مرا. ترسیدن رو یک طرف مون و عقلت رو به کار ببر. عقلت را بفرمایید. آیدی کدام خصوص عالی جناب؟ آیدی بران رو از استخبار و نجات دادن. آیا یگان چاره نمیاندیشیم؟ آیا دستمون رو در جیبمون انداخته میگردیم؟ آیا دوستانی در انقره بودمون به ما کمک نمیکنند؟ نپرسید عالی جناب. بازی که علیه ازکی احیا کردیم به سر خودمون بلا آورد. دوستانی در انقره بودمون میترسند، نمیخواهند به این کار همراه شود. همه‌شون میترسند که آنها را نیز به محکمه میکشند. وقتی که همه را به نوار گیرید، پس این نوارها به دست آنها افتاد، البته که عاقبت کار حمید میشود. به هر حال من میدانم که راههای بسر را چگونه گشایم. چیکار میکنیم آقای برات؟ عالی جنابمون را چه خیل آزاد میکنیم؟ تو فکری پگاه سحر چه خیل پیش از گرفتن عالی جنابت را کن. امشب متن و سناهایت را نویس. البته. چی چپک میزنی شیطان؟ در حقیقت گفته‌اش رو میکند. بران را آزاد کرده میتواند. جز او را باور کردن دیگر چاره نداریم. آرزو، آیا به تو چی گویم؟ قریب بود که به دستان خودت نجات بختمون را میکشتی. جناب خواطر نشوید، حتما از اینجا میبراییم. من در اینجا خواطرم پیکس. میترسم که خوبم از دست میرود. میترسم که به کلی اقتدار را از دست میدهم. سردارم، روی گردانیدن کلانها از شما خوب نشد. اکنون شمال از سمت مقابل میوزد. همه از پی نجات خود است. شخصانی که آمده در نزد ما برای صاحبی وظیفه شدن زاری و ناله میکردند، اکنون برای در راه وانه خوردن از راه دیگر میروند. برای حیات آنها را سوزاندن. سردارم، جانم را دریغ نمیدارم. فرمان دهید، فقط فرمان دهید سردارم. نگران نباش وطاس. اگر میدانستم که تو حل مسئله میشدی، یک ثانیه هم انتظار نمیشدم. روشنایی که از کنج دیگری عقبه می آید روشنایی قطاره است. همین را دانسته باش پیکس. تا فردا فرصت مناسب هست، نباشد این قطاره تو را به زیر خود گرفته پاره پاره می کند. آن قطاره مرا همراه تو یک جای زیر می کند یگید، تو را هم پاره پاره می کند. میخواهی به تو به مثل خودت جواب دهم پیکس؟ کو ببینیم. بسیار ترسیدم. این پرنده های در قفس آهنین بوده اکنون زیر نظارت شماست. زمان برای خود قانون ها ایجاد می گردند، اما حالا این قانون ها به کار نمی آید. بران بزرگ اکنون در زیر نظارت قانون می شود. این جامدان در نزد عالی جنابشان بود. در داخلش آید خودش حجتهای مخصوص است. من برای خودم از همش یک تاگی نسخه گرفتم. اکنون از آن شماست. تشکر زیاد آقای مظهر. نباشد پگاه او را به محکمه میتوانیم بریم؟ بله، بعدا او را به نزد آن دوستانش که او را بی صبرانه انتظارند خواهیم برد. آنها از او پرسش های خیلی زیاده دارند. همین خیلی؟
بیجا شدین آدم. ягон кас туро надид? Ту бисёр серкап будаӣ. خاموش ایستاده سخن میکنی ها؟ خیر ملش بر آن رو سحر میبرند ما باشیم او رو پیشواز میگیریم. این خوبیت مهم بود. از تو قرضدار شدم چنانه که مصلحت کردیم. تو سخن نکنی من هم نمیکنم. همکاری همون رو کسی نمیداند. وقتی که بر اون راز رسیدگی گیرم چهرهش بسیار هم ترش می شود. دخترم، دختر جانم، دادا لبای دخترم. با شما درباره آنها یگان سخن نکرده ایم دادا؟ وقت می‌یابیم دخترم. حالا باشد خواب برو. استراحت کن. برای سخن کردن روزهای زیاد داریم. دادا جان من رو میبخشید؟ برای چی تو رو من بخشم؟ برای خطاهایی کردم. تو فرزند من میباشی، حیات من میباشی، یکتای من هستی. چگونه بخشیدن؟ میخی سخن نکن. خیر، خواب خوش. تشکر دادا جان. دادا لبای دخترم. تشکری زیاد به شما. مالش خوب خوش. حیات تو رو من سوزاندم دخترم. تو رو من کشتم. عائلت رو من پراکنده کردم. مرا ببخش. مرا ببخش. مرا ببخش. آقای سینان روسا آخر چشمانت مثل هوای بارانی پر از اشک است. خطاهای بزرگ کردم داماد. کاش که اشک چشمم سیاهی دلم را پاک کند. از اشک چشم دیده گناه ها را پاک میکرده دیگر چیزی خوبتر نیست. با مرگ دخترم من گناهکارم. با پراکنده شدن عائلت نیز من گناهکارم. من این کار را درک کردن نیز بسیار خوب می باشد آقای سینان. دیگر به این خطاگی ها راه نمیدهی. یک صحیفه نو میکشوی اگر کشاده توانی.
همه چیز را سر نو آغاز میکنی. حالا باشد بیهوده داد و فریاد نکن. داد و فریاد نکرده چی کار کنم؟ دیگر از دستم چی می آید؟ مثلا میتوانی که برای جنایتکاران را دستگیر کردن یاری دهی. برای 2 روز در محبس خوب کرده برآمدنشان؟ نه، این قدر به آسانی آنها خلاص نمیشوند. پس چیکار کردنی هستی؟ از همه‌شان خودم انتقام میگیرم. این کار را تنها خودت کردن نمیتوانی آقای سنان. تو را تنها نابود میکنن. تو مرا خیال کودک 2 روزه کرده ای داماد. میبینی چه خیل بران کایمینیک و شرمنده آرزو را چه خیل بزانو میشنانم. چه خیل مالش این صحبت رو پگاه دوام میدیم. حالا رفته کمی استراحت میکنیم. وقتی خواب کردن نیست نجیب، من میروم. چی بودنی دروغ گفتن را؟ یگانه دخترم را کشته و نبیره هایم را یتیم ماندن را به آنها نشان میدهم. نشان. مالش اگر از قاتلان حساب پرسیدن خواهی بیا در نزد قانون همش رو فهمان. همش رو. قانونت را یک سو گذار، یک سو. قانون این دولت قواش به این آدمان نمیرسد. حالا هم سخنی مرا نمیشنوی آقای سنان. با کبر و غرور حرف میزنی. از دست یگان کار نمیآید. من طاقت نمیکنم که آنها مرا احمق گمان کنند. جگرم میسوزد نجیب. باید یگان کار کنم. فهمیدم. چیکار کردنت رو به تو گفته ایستادم. میگویند که غضب دیوانه ضرر دیوانه میباشد. اینو فراموش نکن. جنگ کردن خوبتر است نجیب. کار خوب میکنم گفته برعکس باز خطاگی کرده بچه نفتی. سالهای دراز مرا فریب دادن. اکنون بس است. هر کاری که شود شدن گیرد. اگر قیامت شود شدن گیرد. آقای سنان خدای عاقبت ما رو به خیر بیاری. همینطور رفیقان، در اینجا مهلت مهمانیتان تمام شد. شما را در سیوریتیپا منتظرم. دقت با مسافران سیوریتیپا حرکت میکنیم. بعد نگوید که من نشونیدم، نگوید که من ندیدم. تو را به نزدیکی در سیوریتیپا میگرانم. خیری نخود زنده با زنده میگرانیم سردارم. مان دورات حالا دورش را بیراند. آسیا به نوبت است. آقای بران، این سخنهای شما خیالهای پوچند. کو قطار استید. یک قطار شوید. از روی قط صف کشید. زودتر. از روی قط گفتم. زودتر صف کشید. زودتر. آقای مسهر، چخلی که میبینید مهمانان به سفر آماده شدند. نباشد انتظار نشوید. در حال آنها رو ببرید. خیلی نباشد ما میریم آقای مسهر. رای سفید، چی شد آقای بران؟ گفته بودی که در انتخابات نوبتی تو را مغلوب میکنم. حالا هم از فکرم نگشتم. اما دستهایت بسته از قفای رفیقانت میروی. این چه خیل میشود؟ آقای مظهر، میدانی چی میگویند؟ پایان شب سیاه سفید است. این سخن برای تو نیست. پایان روز سفید شب سیاه است باید میگفتی. زودتر آنها رو ببرید. راه گردید. زودتر راه گردید. رفتید.
من پیکاز و تاز رو میگیرم. تو بر اونجا خوب شده سردارم. با کدام راهی که امنیتش بیشتر باشد با همان راه میرویم. رفیقان آماده باشید میرویم. لیلا از پسی من میایی یا اینکه همراهی من میروی؟ با تو میروم. نباشد من با نجیب سردار میروم. بیا خیره بیا. سردارم چه خیر شد مرا با خود گرفتی؟ خیره جان کسی که بیهوده سخن کند عاقبتش تیز تمام میشود. تمام. رفتیم. زودتر. کفنت را آماده کن. اصلا تو باید کفنت را آماده کنی. مرگت نزدیک است. بلانی بزرگ کفن من همیشه آماده است. راستی گپ تو را بران میگن اما تو بلانی ماشین هستی. بلانی کهنه. کفیدنت نزدیک. زودتر با ماشین سوار شو. خیلی پیکاز وقتی بر اومدن اتومد. مسافری ما تمام نمی شود نجیب. نگران نشو هیچگاه تمام نمی شود. هر محلش در بین 4 دیوار وقت زیاد داری. گپ را دراز نکن و ماشین سوار شو. در میدان ها باز با تو وام میخوریم نجیب. با تو تنها در یک میدان ما میخوریم. این هم میدان فوتبال محبس میباشد پیکاس. مرا خنداندی نجیب. از تو یک چیز را میپرسم. عجبا پدرت رایگان مرا دوست داشته بود. آیا از مهر و محبت محروم زندگی کردی چی؟ آیا میدانی که چرا عصبت ویران است؟ یگان مرا تو فکر کرده ای؟ خواب روم عصبم را تبابت میکنی؟ ماشین تنگ میباشد. در محبس خواب میروی. شاید در محبس وقت فکر کردن هم یابی. پس میگویی که خدایا من در کجا خطا کردم؟ این گفته های تو سرود است نجیب. احمد چنبر کردور بسیار سرودی خوب است. بیا پیکاس هر جامون یک جا میرقصیم. پیشت را نگاه کن. پیشت را. پیشوازگیری به نقص می شود. یکی تو یا فکر میکنی که مرا حبس کرده فعالیت ارکین کاندو را خاتمه میدی؟ بلانی بزرگ تا خاتمه یافتنش مبارزه خواهیم برد. برای تو را نابود کردن پدرم جانش را از دست داد. اگر لازم شود من هم جانم را فدا میکنم. پسرم هم. یعنی برای مردن در نوبت ایستاده؟ خطا میکنی بلانی بزرگ. برای مردن نه، برای زیستن، برای حقیقت را، عدالت را برقرار کردن در نوبت ایستاده ایم. مالش تو هوشیار باش. اومدن گیرند. حاضر به آنها نشان میدهیم.
فیلم های امریکایی صحنه رو نشون میدن. تاجیکان هالیدی تقدیم میکند. السلام علیکم. سلام علیکم. نام شما؟ تشریف. خیلی خوب. یک سوال. مرحبا. روزبیک فیضلی رو میشناسی؟ توبه توبه جان شیرین مکن تو جنگم چی گفتم مدکینو اگر زیمان گذاشتی نشستم انتظارم تو بر نگشتی با نگاهی پر خسانه بر دلم کردی تو خانه. ما گفتم امانت که روز 23 می ساعت 15 در تالار کاخ جامع کنسرت هنرمند دوست داشته شما روزبیک فیضلی برگزار می‌گردد. ما شما رو دعوت می‌نماییم. یک سوال. یک چیپتا نمیتونه کرد. چیپتا همش در خزانه کاخ جامع میتوانید بواسطه از اونجا دسترس نمایید. توبه. یک دریا آب و یک سر خاک از همه داغ‌ها و به لباس‌های شما جلوه می‌بخشد. شیخ در پاکیزگیش گپ نیست، گرچینی نکت‌های گناهست. بافی انتخاب زیاد است و تب نازو. بافی انتخاب انیق است و درست. اینها نه تنها خاک همچنین محصولات مایع نیز دارند. اگر خواهید که زندگیتان مثل من شیرین و گوارا گذرد پس موادهای شکلاتی و قنادی شرکت ترکی و آزلیم را در تاجیکستان از بازار فراوان با نرخ خیلی ارزان خریداری نمایید. 985 88 90 90 زنگ زنید. الو سلام علیکم. شرکت قنادی آزلیم؟ بله خودش. همون بایدتون رو دیدم، رکلامتون رو دیدم، میگم همین خندو در حقیقت بود ازتن. بله هم با مزه است هم نرخش خیلی ارزان. نه فکر کردم میگم شوخی نکنید. شنیدن کی بود مانند دیدن. هر سلامت باشید برادر. شنیدن کی بود
مانند چشیدن این رو رفته دیدن در Хочется сладкого? Лакомка от фабрики Ата – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини – маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики Ата – самое сладкое удовольствие.